منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم. در آیه مبارکه‌ای که تلاوت کردم، الله متعال همه ما را، تمامی کسانی را که ایمان آورده اند رو به تقوای الله، یعنی پرهیز از منهیات و عمل به اوامر و طاعات وی دعوت میکنه و میفرماید که تقوای الله را پیشه کنید ای کسانی که ایمان آورده اید و هرگز یکی از شما نمیرد مگر این که مسلمان است، یعنی مگر در حال ایمان از دنیا نروید. و چه زن و چه مرد مسلمان در این خطاب الهی مساوی و یکسان هستند و هر دوی آنها اجر و پاداش اعمال و کارهای خود رو به وجه احسن میبینند. اگر کار خیر کردند جواب خیر، پاداش خیر، و اگر کار شر جواب و جزا و عقاب شر و بدی رو حتما خواهند دید. اما الله متعال با توجه به حکمت‌هایی که تنها خودش میدونه و چه بسا ما از آنها غافل هستیم، و همچنین با توجه به آن مسئولیتی که بر دوش مردها قرار داده، یعنی نفقه و خرجی زنها را پرداخت کردند، سرپرستی زن رو از آن مرد کرده. پس الله متعال به علت اولین امر که الله متعال در آیه‌ای که خدمت شما عزیزان ذکر خواهم کرد بیان کرده، اولین مسئله نفقه هستش. الله متعال میفرمایند که الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. مردان سرپرست های زنها هستند، به این دلیل که الله بعضی از شما را یا بعضی از آنها را بر بعضی دیگر در برخی از صفات و ویژگی ها برتری داده است، و همچنین به دلیل اینکه مالهای خود را انفاق می کنند، یعنی نفقه و خرجی زنها بر دوش مرد هاست. پس دین مبین اسلام به همین دلیل مرد را سرپرست و قیوم زن قرار داره. در واقع دین مبین اسلام به زن اختیار ملکیت رو داده، به زن همان احکامی رو که به مرد واگذار کرده به زنها نیز واگذار کرده، همون خطابی که نسبت به مردها اومده به زنها نیز اومده، همان پاداشی که به مردها تعلق میگیره به زنها نیز تعلق میگیره، همون عقاب و جزایی که باز هم مردها رو متوجه خود میکنه زنها رو نیز متوجه خود میکنه. تنها فرقی که هست در مسئله میراث هستش، و در مسئله میراث نیز همونطور که علما
این مسئله رو به وضوح بیان کردند، به این دلیل که مرد وظیفه نفقه و خرجی دادن زن رو داره، میراث اون 2 برابر از زنها هستش. میراث مرد 2 برابر زن هستش، بیشتر از زن هستش، زیرا در دین مبین اسلام زن مخدوم هستش، یعنی به اون خدمت میشه، به اون رسیدگی میشه، به اون احترام میشه، مانند گوهری در صدف هستش، مانند مرواریدی در صدف هستش که باید مرد در خدمت اون باشه، خرجی اون رو بده و مسکن و خانه اون رو تهیه کنه، از اون محافظت بکنه، مشکلاتی که به هر حال متوجه اون میشه مرد وظیفه داره که اون مشکلات رو برطرف بکنه. و هرگز در این دین عظیم زن بازخواست نمیشه که چرا مثلا فرزندها گشنه موندن، چرا فرزندها گرسنه موندن، چرا خدای نکرده مشکلاتی پیش اومد. این اوامر در اولین وجه متوجه مرد هستش. به همین سبب بر ما مردها که این مسئله مسئولیت و سرپرستی خود رو به نحو احسن انجام بدیم و خدای نکرده هرگز در راهنمایی و ارشاد زنهای خود، در راهنمایی و ارشاد زیردستان خود، در راهنمایی و ارشاد دختران و خواهران و حتی مادران خود با حکمت و ادب کوتاهی نکنیم. باید همیشه متوجه باشیم که الله متعال ما رو در مقابل زنهایی که مسئولیت اونها رو بر عهده داریم بازخواست خواهد کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این مسئله ارشادات و راهنمایی های خوبی رو بیان کردند. همونطور که میبینیم امروزه فرهنگ های دخیل و تهاجم فرهنگی غرب و شرق با فکرهای مختلف بر جوامع اسلامی سرازیر هستش و دختران و خواهران ما در معرض پذیرفتن این فرهنگ‌های منحرف و بیگانه هستند که هدف ارسال و صادر کردن این فرهنگ‌ها چیزی نیست جز از بین بردن و ضربه زدن به ارزش‌های اسلامی ما. زیرا ما با پایبندی به این ارزش‌ها هستیم که می‌توانیم حاکمیت دین و دنیا را در دست بگیریم، همان گونه که بزرگان ما، همان گونه که رسول الله و صحابه کرام، همان گونه که دوران طلایی اسلام حاکمیت دین و دنیای مردم رو در دست گرفتن در قرنهای طلایی. به همین خاطر میبینیم که این دین ما رو در فرامین و دستوراتش برحذر داشته و به خصوص ما جوانها و به خصوص دختران و زنها رو مخاطب قرار میده و ما رو برحذر میداره که از این فرهنگ ها و از این عادات وارده‌ای که چیزی جز تخریب اخلاق و ارزش های ما رو هدف قرار نداده برحذر باشیم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی میفرمایند که این حدیث خودش هم یکی از معجزات ایشون هست، یکی از معجزاتی که در واقع خبر از علم غیب و خبر از آینده داره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند لتتبعن سنن من کان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. شما هر آینه یا یقینا در پیش میگیرید، پیروی میکنید از راه و روش کسانی که قبل از شما بودند، اهل کتاب، کسانی که قبل از شما دین به آنها رسید، وجب به وجب و ذراع به ذراع یا به تعبیر دیگر گز به گز که ذراع به این میگویند، یعنی دقیقاً راه و روش اونها رو شما در پیش میگیرید، راه و روش اونها رو در پیش میگیرید، پیروی میکنید، تقلیدی کورکورانه میکنید که حتی اگر اونها به سوراخ سوسماری داخل شدند شما نیز
به آن سوراخ داخل خواهید شد. صحابه پرسیدند الیهود و النصارى یا رسول الله؟ قال فمن؟ اینها یهود و نصارا هستند ای رسول خدا؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند پس کی؟ اگر یهود و نصارا نیستند پس که هستند؟ پس ما متوجه باشیم، خواهران ما، برادران ما و به خصوص برنامه امروز در مورد خواهران عزیز هستش، متوجه باشند که خدای نکرده کورکورانه از آن فرهنگ هایی که از شرق و غرب بر جوامع اسلامی سرازیر میشه تقلید و تبعیت نکنند. چه بسا اهداف شومی در پشت پرده نهفته است که متاسفانه برخی از خواهران ما از آن بی اطلاع هستند. بله برادران و خواهران عزیز، مهمترین انحراف های موجود در جوامع امروزی که متوجه زنهای ما هستش در چند مورد خلاصه میشه. اولین چیز اختلاط ناجایز و نامشروع در بین خانواده هایی که با هم فامیل هستند. مثلا در بین افرادی که به هر حال عموزاده هستند، خاله‌زاده هستند، داییزاده هستند، یعنی فرزندان آنها چه بسا که با هم محرم نیستند و با هم بیگانه هستند، اما متاسفانه اختلاط در بین اونها به وجود میاد به این دلیل که ما با هم اقوام هستیم و چه بسا این اختلاط ها باعث فتنه هایی خطرناک میشه که دیگر جبران اون هرگز ممکن نیست و بارها خیلی از ماها شاهد چنین قضایایی بودیم. مشکلاتی که در بین خانواده های فامیل به وجود اومده به خاطر عدم توجه به این اختلاط. چه بسا دخترها و پسرها دچار انحراف های اخلاقی شدن و فرزندهای نامشروع به وجود اومده در اثر این اختلاف ناجایز، این اختلاط ناجایز. و اما قضیه دوم مسئله اختلاط در بازار و در محل داد و ستد هستش که بسیاری از خواهرها شاید بدون توجه به این مسئله روزانه به بازار بروند و به قصد خرید و به قصد مایحتاج زندگیشون. بله درست هست و جایز هست که زن بره خرید بکنه، این اجازه رو داره، اما نه این که خدای نکرده زن هر روز و بدون هیچ دلیل و بدون هیچ نیاز و حاجت و بدون توجه به حجاب اسلامی و بدون همراهی با شوهر و محرم خود به بازار برود و با فروشنده و با هر مرد بیگانه‌ای رابطه و به هر حال سلام و علیکی برقرار بکنه که خدای نکرده این امر باعث انحراف و باعث گمراهی اونها و باعث واقع شدن آنها در کارهای ناجایز و محرم بشه. و اما سومین مسئله اختلاط در محل کار زنها هستش. امروزه با توجه به کارهای جدید و نظام جدید کاری که به وجود اومده، اداره ها و اماکن عمومی چه بسا زنهایی رو استخدام میکنن، اما میبینیم که در خیلی از این اماکن خلوتهایی صورت میگیره، خلوتهایی نادرست بین دو همکار زن و مرد که این خلوتها نیز باز باعث این خواهد شد که این کار به کار ناجایز و نادرست و خدای نکرده به انحراف اخلاقی و فساد مبدل بشه. دین مبین اسلام دینی است که به تمامی جوانب زندگی اسلام دین مبین اسلام دینی است که به تمامی جوانب زندگی انسان توجه کرده و هیچ یک از جوانب زندگی ما انسانها رو فراموش نکرده. به همین خاطر به تمامی این امور پرداخته است. میبینیم که در یک مثال بسیار مهم قرآنی در سوره قصص وقتی که الله متعال داستان دخترهای شعیب رو بیان میکنه، به طور اختصار عرض میکنم، الله متعال میفرمایند که اونها دو دختری بودند که رفتند برای کشیدن آب از چاه. وقتی که موسی علیه السلام اومد دید که اونها کناره ایستادند و مردها دارند آب میکشند. از اونها پرسید
اونها جواب دادند که ما زن هستیم و پدر ما پیر هست و ما اومدیم که آب برای آب برای خودمون بکشیم، اما چون مردها هستند ما کناره ایستادیم. و به هر حال تا ادامه داستان که موسی علیه السلام برای اونها آب کشید و سپس خودش رفت به کناره‌ای و اونها با شرم و حیا این کار موسی رو به هر حال و اونها با شرم و حیا رفتند. و پس از اون داستان قرآن و پس از اون الله متعال میفرمایند که اونها وقتی که پدرشون اونها رو به سراغ موسی علیه السلام فرستاد، باز هم اونها با شرم و حیا و آزرم موسی علیه السلام رو خطاب قرار دادند و گفتند که پدر ما شما رو خواسته تا تشکر بکنه، جزا و پاداش کاری که برای ما کردی بهت بده. که اینها همه این داستان رو انشالله میدونند و توصیه میکنم به خواهران عزیز به خصوص که به این آیه ها مراجعه بکنند و حتما این داستان رو بخونند و بدونند که نمونه های قرآنی و اسوه های قرآنی چگونه هستند و اخلاق اونها و شرم و حیای اونها چگونه بوده. زنهای صحابه و امهات المؤمنین چگونه بودند. زنهای انصار هنگامی که اونها رو به حجاب اسلامی امر کردند، هنگامی که آیه های حجاب نازل شد چگونه برخورد کردند، چگونه سراسیمه و هراسان شدند و هر پارچه ای رو که در دست داشتن به روی خود انداختند تا اینکه عورات اونها و سر روی اونها بیرون نباشه. اونها سریعا امر خدا رو اجرا کردند. اینها احادیثی است که ام سلمه و ام المؤمنین عایشه و ام المؤمنین سلمه اینها احادیثی است که ام المؤمنین ام سلمه و ام المؤمنین ام عایشه اینها احادیثی است که ام المؤمنین ام سلمه و ام المؤمنین عایشه اونها رو روایت کردند. پس بر ماست که به خداییم خواهران و دختران خود را نیز توصیه به خیر و نیکی کنیم و خواهران ما هرگز فراموش نکنند که الگوی اونها چه کسانی هستند. با خواندن سیرت و زندگی اونها بتونند به خوبی از اونها تقلید و پیروی بکنند تا راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت رو بپیمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت، شکسته هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.